در 1 دقیقه شما می توانید 8 دفعه یا 9 دفعه سوره اخلاص بخوانید. قل هو الله احد الله الصمد و ادامه‌شان. فکر کنین که چقدر اجر میبرید با هر حرف. یعنی 1 الف لام میم 3 حرف است. شما چقدر اجر میبرین. 1 دقیقه زندگی شما یک جای منتظر هستین، تلفن تون میکشین، قرآن میخوانین، باور کنین 9 آیات میخوانین، 2 آیات میخوانین، 3 آیات میخوانین، بعد سرمانش فکر میکنین، تدبر میکنین. یک جای منتظر دوستتان هستین، جای منتظر دکتر هستین، جای منتظر مینی بس هستین، جای منتظر ترین هستین، جای منتظر پرواز هستین، تلفن تون میکشین، تلاوت میکنین و از او استفاده میکنین، امرای معنایش تفسیرش میخوانین. یعنی 1 دقیقه زندگی است. 1 دقیقه شما امور میخوانید. من مطمئن هستم که با خاطر 1 دقیقه تان چقدر اجر میبرین و من مطمئن هستم که شما حداقل 5 یا 4 یا 3 یا آیات‌های مطابق حجمشان و درازیشان شما چقدر آیات میخوانید و میشه یک وقتی به از خاطر از این 1 دقیقه که شما قرآن خواندین، قرآن ختم کنید، معنایش بفهمین، تفسیر بفهمین. 1 دقیقه زندگی است. 1 دقیقه زندگی فکر کنین از خاطر از 1 دقیقه میشه امکان داره انشالله که شما یک انسان واقعا خوشبخت و کامیاب باشید.